و اما بار باز کردن چشم سوم برای عمل تسخیرات و استخدامات، مخصوصا استخدامات. 3 روز روزه میگیری، روزهای قضات هم میتونی بگیری. بعد از هر نماز عشا 102 مرتبه سوره مبارکی اخلاص قل هو الله احد را میخونید و در پایان 3 بار این عزیمت را میخونید: یا عبدالله، یا عبدالواحد، یا عبدالاحد، یا عبدالصمد، اجب بحق قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تکشفوا عن بصیرتی فی هذا اللیلة بارک الله فیکم و علیکم الوها جلال الثلاثه. در خواب یک چیزایی را میبینید، خادمین جلوتون پشتتون حرکت میکنن، قشنگ خادمین را به صورت کمرنگ میبینید، میان نگاهتون میکنن، میان داب میخورن. 3 روز که انجام بده، بعد از 3 روز یه رعشه بهتون میافته، انگار مثلا یه نفر انگار واقعا پشت سرتونه، دیگه امواج رو دریافت میکنید. 3 روز روزه میگیرید. بعد از هر نماز، البته بعد از هر نماز عشا و مغرب، این دوتا رو انجام میدید. این سوره قل هو الله احد را 102 مرتبه و این عزیمت 3 مرتبه میخونی و قدرتمند و عالی. خب این برای کشف چشم سوم. اینو انجام میدی، اونم انجام میدی، ولی شرط چشم سوم شرطش اینه که خوان اول کامل انجام بدی، خوان دوم کامل انجام بدی. رفع ترس و گرفتن قدرت ماورایی آیه 9 سوره یاسین، آیه 9 و جعلنا من بین ایدیهم سدا، اینو بعد انجام بشه. یهو یک از شیاطین میاد جلوی شما میبینیدش، اگر به خوابت آسیب برسونه انگشت بهش اشاره کنی و اون آیه را بخونی. این برای قدرت گرفتنه. رفع ترس لازمه. بعدش در خوان سوم، در خوان استخدامات، اینا باید انجام بدی. خوان سوم و چهارم. درست شد؟ خب یک روش دیگه هم بهتون توضیح میدم. شرمنده بچه کوچولو اومده خط کشیده، ببخشید خط مال بچه کوچیکه. چیکار میکنید؟ بعد از هر نماز واجب، از یه روز خوب ساعت مثل جمعه، پنجشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، اینا شروع میکنید. بعد از هر نماز واجب 100 بار سوره حمد را میخونید. آیه اول و آیه آخر سوره کهف را میخونید. اینا 10 مرتبه. آیه اول 10 بار، آیه آخر 10 بار. درست شد؟ و 3 بار عزیمت را بعد از خوندن آیات تکرار میکنی. مدت عمل 3 شب یا 7 شب. یعنی اجابت عمل اینه که یه مرد نورانی میاد تو خوابتون، یه پیرمرد نورانی میاد، دست میکشه روی چشماتون، دست میکشه روی صورتتون و همون لحظه خواب میپرید. این علامت اجابتش. خب چطوری شد؟ مرحله اول حمد 100 بار، مرحله دوم آیه کهف، آیه 1 بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی تا آخر. بعدش این عزیمت رو میخونید. 10 بار که خوندی این عزیمت رو میخونید: اللهم انی اسألک به نور نورک و جمال و صفک و قدسیت اسمک و جلال جمالک و جمال جلالک ان تفتح بصری و بصیرتی و حتی ابصر ما یبصر الناس بحق نور و وجه الکریم و نبیک العظیم. اینا 3 بار میخونی و بعدش این آیه را میخونی. آیه آخره این آیه 110 سوره کهف 10 بار میخونی. 3 بار اینا میخونی. این را بعد از هر نماز واجب باید انجام بدید. چشم سومتون باز میشه. پیرمرد که تو خوابتون دست میذاری چشم سوم باز میشه، شیاطین جن همه را میبینی. ترستو که ریخته باشی، اون قدرت من گرفتن با انگشت اشاره اونم داشته باشی، دیگه هیچ کس به شما آسیب نمیزنه. ولی اگه همین لحظه بیای چشم سوم باز کنی، هی اجنه را میبینی، اینا را میبینی، تنها هم میشه تو حمومی، تو جای،
اینا رو میبینی هیچی ذره ترک میشه. اول روی اصول برو جلو، خان اول، خان دوم، اینا رو انجام بدی. یعنی شما اول خان اول و دوم اون آموزش‌های گذاشتم همه رو انجام دادی، میخوای برای استخدامات آماده بشی، یعنی میخوای 10 روز دیگه بری استخدامات، اینو انجامش میدی. میخوای یه ماه دیگه بری استخدامات، اینا رو انجام میدی و بعد میری استخدامات. درست شد؟